دوستان نهایت عزیز، سلام خدمت شما و شما را خوش آمدید به یک ویدیو دیگه از نشریه تیوی. و در این ویدیو یک داستان خیلی خفن از مثنوی معنوی مولانا در باب 164 مثنوی مولانا میگه که وصیت کردن آن پدر دختر را که از این شوهر که تو راست خود را نگه دار تا حامله نشوی. کلی داستان این رقمیه که پدر دخترش را که بالغ شدن به شوهر میده و همچنین دختر خودم نصیحت میده یا همراهش حرف میزنه که بچه‌م سعی کن که از این شوهر خوب باردار نشوی. مولانا چی میگه؟ میگه که خواجه بود و مر او را دختری، زهره خطی محروق سیمین بری. میگه یک آدم ثروتمند بود، یک دختری داشت با گونه های زیبا و محروق روح ماه سیمین بری، بسیار خوشندام. بعد چی میگه؟ میگه که گشت بالغ داد دختر را به شوی، شو نبود اندر کفایت کف او. میگه زمانی دخترش جوان شد دختر در شوی داد، ولی در کسی که ردش برده بود همتراز دخترش نبود، یعنی در شأن دخترش نبود. مثال میاره میگه که خربوزه چون در رسد شد آبناک، گر بنشکافی تو بگشت و هلاک. خربوزه‌ای که میرسه وقتی که میده منی خراب میشه، یعنی آماده خوردن. چون ضرورت بود دختر را بداد، او به ناکافیش از خوف فساد. و این ضرور بود، واجب بود که دختر را باید میداده، نمیشه تا آخر خانه نگاه کنی. ولی به این نفر فقیر که داد، به این کسی که همتراز دخترش نبود، در شأن دخترش برابر نبود، از خوفی که در فساد آغشته نشدن به این داد. بالاخره بعد دختر چی میگه؟ گفت دختر را که از این داماد نو، گفت دختر را که از این داماد نو، خویشتن پرهیز کن حامل مشو. دختر گفت بچه سعی کن که از این آدم خود پرهیز کنی که حامله نشینی. کی ضرورت بود عقد این گدا، این غریبی خار را نبود وفا. گفته که عقد از که من تو رو در عقد در آوردم این ضروری بود، بدون عقد که نمیشه، این فکر نکنم وفا باشه. بعد چی میگه؟ میگه که ناگهان به جهد کند ترگ همه، بر تو طفلی او بماند مظلمه. میگه اگر تو از این باردار شنی، یک وقت دیدی که در قصد از این آمد که تو رو ترک کنه، تو رو ایله کنه، مثلا ایله کنه، نکنه که اون طفلی که از این باقی مونه او یک مظلوم، یک بی سرپرست باقی مونه. بعد چی میگه که گفت دختر، این دفعه دخترش به پدر خود چی میگه؟ گفت دختر ای پدر خدمت کنم، هست پندت دلپذیر و مختنم. گفت چشم پدر جان، گواهی که میزنی کاملا من قبول دارم. هر دو روزی و سه روزی آن پدر، هر دو روزی و سه روزی آن پدر، دختر خود را بفرمودی حذر. هر دو سه روز بعد، 4 روز بعد، 5 روز بعد دختر که پدر خود سر میخورد، همیشه این تاکید میکنه بچه احتیاط کن، بچه احتیاط کن، امروز از این نفر خود پرهیز کن. بعد چی میگه اینجا؟ بعد میگه که این چنین قومی به عالم هم بدوند، کس چنین نوعی نصیحتگر شدن. میگه تو طرف از این خماد ما سعی کن، در عالم از این خماد ما زیاده، یا از نصیحت نمیشه. بعد چی میگه؟ حامله شد ناگهان دختر از او. چند ماه میگذره، بعد مولانا اینجا چی اصلی صحنه وارد میشه، میگه که حامله شد ناگهان دختر از او، چون که بود هر دوی جوان خاتون و شو. چند مرتبه تیر میشه و یه از حامله میشه. و چرا حامله میشه؟ به خاطری که اردوش زن و شوهر بودن. بعد چی میگه؟ میگه که از پدر آن را نهان میداشتش، از پدر آن را نهان میداشتش. 5 ماه گشت کودک یا که 6. بعد این زن و شوهر این دختر از خواجه همراه شوهرش یکی باردار شد، این از پدرش پنهان میکرد. بعد 5 ماه شد و بعد 6 ماه شد، امیت ادامه پیدا کرد تا گشت پیدا. گفت بابا چیست این؟
طفل پیدا شد و بعد امروز پدرش گفت که گشت پیدا، گفت بابا چیست این؟ گفت بچه می چیه که پیدا کرده؟ این چیه؟ بعد رو مگم نصیحت نکردم این چیه؟ من تو را گفتم که از او دوری گزین، مگه نگفتم که از او دور شو، نزدیکش نشو زیاد. بعد این وصیت های من خود باد بود، چون نکردت پند و وعظم هیچ سود. ای ما تو این همه نصیحت کدوم؟ یا کلش باد هوا بود که بلدیت فایده نکرد. بعد دختر چی میگه که گفت بابا چون کنم پرهیز من، آتش و پنبه است بیشک مرد زن. بعد دخترش میگه گوش پدر جان، اگه ما پرهیزم کنم آتش و پنبه است بیشک مرد زن. مرد و زن یا زن شوهر مثل آتش و پنبه، و مجرد که آتش طرف پنبه نزدیک نی برق در میگیرن، یعنی ممکن نیه. بعد چی میگه که پنبه را پرهیز از آتش کجاست؟ پرسان از آتش میگه که پنبه را پرهیز از آتش کجاست؟ یا در آتش کی حفاظ است و تقاست. میگه گوش کن پدر جان، ولی پنبه را از آتش کجا چیزه که این نگهداری کنیم؟ وقتی آتش نزدیک پنبه بشد حتما در میگیره، باز در آتش کجا آدم میتونه خود حفاظت کنه؟ بعد چی میگه که گفت کی گفتم که سوی او مرو، تو پذیرای منی و او مشو. من تو رو قبلا نگفتم که طرف از او نرو، تو باید حرف از ما رو گوش میکردی، نباید گپ از او رو گوش میکردی. بعد چی میگه که در زمان حال و انزال و خوشی، خویش را باید از وی تو درکشی. گوشو گفت دخترم، در زمان حال و انزال، خوشی و شادمانی خود باید از دور میکردی، ولی پدرش سر از موضوع رو داد، تو خود باید از دور میکردی. گفت کی دانم که انزالش کی است. این وقت دخترش میگه پدر گفت پدر جان، گفت کی دانم که انزالش کی است، این نهان است و بغایت درده است. از کجا بفهمیم که چی وقت انزال ازیه که ما خود دور کنم؟ یه خوب بخی نامعلومه، نهان است، پنهان است و بغایت درده است. دوم که زمانش هم مشخص کنه که چی وقت میرسه. بعد چی میگه که گفت چشمش چون کلاپیسه شود. این وقت پدرش چی میگه؟ گفت چشمش چون کلاپیسه شود، فهم کن وقت انزالش بود. پدرش میگه گوشو باشیم ما چی میگم؟ زمانی که چشمش کلاپیسه شد، کلاپیسه هیچ کج، یا زمانی که چی فرو رفته میشه، خود یک مقدار کشیده میگیره یا کج میشه. به صورت ساده روانه که بگیم کج، زمانی که قیچ شد یا کج شد چشمش، فهم کن وقت انزالش بود. بفهمو که وقت انزالش این والیه. باز دخترش چی میگه؟ میگه که گفت تا چشمش کلاپیسه شدن، گفت تا چشمش کلاپیسه شدن، کور گشته است این دو چشم شوخ من. دختر چی گفت؟ گوش پدر جان، تا چیم از این کلاپیسه شد کج شد، او زمان چیم از ما کور شد دیگه، خطا خورد. او زمان چیم از ما کور شد و همه چیز کرد که گفته بودی برباد رفت. بعد میگه که نیست، دخترش چی میگه؟ نیست هر عقلی حقیری پایدار، نیست هر عقلی حقیری پایدار. این اصلا زمانش مشخص نیست که چی وقت چیم از این کلاپیسه میشه، چی وقتش میرسه، پایدار نیه، یعنی منظم نیه که این در زمان. وقت حرص و وقت خشم و کارزار، وقت طمع و در اون وقت، در اون لحظه که قرار میگیری دیگه فرصت برای اینه که تو یک چیز دیگر هم چک کنی یا چی مزور چک کنی که چی وقتش میرسه. دوستان این خیلی داستان جالبی بوده که از مولانا و در کل مثنوی مولانا هستم. سر میرم داستان. اگه از ویدیوها خوشتون میاد و موافقین، برین تو کانال سابسکرایب کنین، یا به زنگوله هم بزنین، همچنین ویدیو رو لایک کنین، نظرات خود به کامنت برای ما بنویسین و یک جهان سپاس که با ما همراه هستین و از ما حمایت کنین. تا ویدیوی بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیرم. الله یارو نگهدارشون.